سلام به دوستان و همراهان عزیز. میخوام از شبی به یاد موندنی براتون روایت کنم که در اون شاهد اتفاقی بزرگ در دنیای تکنولوژی در ایران با حضور ستارگانی درخشان از جمله سفیر محترم ژاپن آقای تسوکاتا تاماکی و جمعی از برجسته‌ترین شرکای تجاری هلدینگ سبز گاندو، ستارگان دنیای ورزش و هنر و دوستداران فناوری بودیم. حالا بیایید تا با هم بریم و این شب پرستاره رو از قاب تلویزیون‌های گوگل تیوی آیوا ببینیم و از نزدیک شاهد رونمایی این محصول پیشرفته باشیم. با ما همراه شوید. به آیوا اینترنشنال ایونت به میزبانی هلدینگ گاندو خوش آمدید. هلدینگ گاندو در این جشن رونمایی میزبان بزرگان خوشنام شبکه فروش لوازم خانگی، صنعت صوت و تصویر در بازار، رؤسای اتحادیه و اصناف و البته ستاره‌های پر افتخار هنر و ورزش. امروز جلسه خیلی مهمیه، به ویژه با حضور سفیر محترم ژاپن. این جلسه برای ما اهمیت دوچندان پیدا میکنه. برند آیوا دوباره به ایران برگشته. نوید اینو بهتون میدم که انشاءالله با شرایطی که داره به وجود میاد ما توی برند آیوا بشیم صادر کننده، چون ما بعد از همکاری 2 سالمون با آیوا نمایندگی میدلیستشو گرفتیم. الان تک نماینده خاورمیانه که میتونید با یه سرچ ساده تو اینترنت این موضوع رو متوجه بشید شدیم تک نماینده انحصاری میدلیست خاورمیانه آیوا. قراره بشیم هاب منطقه. مذاکرات زیادی انجام شده، قرار شده تیم آیوا مستقر بشن تو ایران. 70年以上の歴史を持つアイワは消費者の心に記憶に残る体験を創造することを目指しており、皆様の献身と努力によりガンドホールディングスは間もなくこの地域の重要拠点となるでしょう。我々はイランのビジネスパートナーの皆様に高品質のアイワ製品を入手できたという朗報をお伝えできることを大変嬉しく思っております。欧米諸国でアイワの名前とブランドで販売されている製品はイランでも同様に高い基準と品質で販売されます。イラン及び中東における当社の公式代理店であるガンドホールディングスは、イランの旧顧客と新規顧客の両方の心に、アイワ製品がこれまで築いてきた地位を維持するよう積極的に取り組んでいます。しかし一度仕事を始めたら確実にそれを完成するということ、鋭い観察と興味深い所見が満載で、イラン人ビジネスマンの筆記の書だと思います。ぜひ皆さんもご購入をお勧めします。ما اصرار داشتیم از روز اول کالای های اند و بروز و تکنولوژیک رو از آیوا بگیریم. کالایی رو به ما بدن که همون کالایی که تو اروپا داره ازش استفاده میشه و تو آمریکا داره ازش استفاده میشه. تلویزیون‌های جدید آیوا
در 2 سرعت 120 هرتز و 144 هرتز به بازار عرضه خواهد شد. گوگل تیوی بهترین اپراتور در جهان که داره روی برندهای اورجینال سراسر جهان استفاده میشه، امروز رو آیوا هم گوگل تیوی استفاده خواهد شد. حالا این فوق ستاره تکنولوژی که سفر خودش رو از کاخ لیدوما آغاز کرده، قراره که به زودی به بازار عرضه بشه تا کاخی از تصاویر زیبا، کیفیت صدای بی‌نظیر و امکانات بروز جهانی رو پدید بیاره. هلدینگ گاندو